فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقای شهبازی از سیرجان نوشتن که سلام فراوان خدمت استادان حق‌گو در وصال حق. من روسیا به درگاه الهی متاسفانه اعتیاد به تریاک دارم. میخواستم بدارم آیا روزم قبول میشه به درگاه خداوند بزرگ؟ با تشکر از شما عزیزان. شهبازی از سیرجان. بله قطعا این کسی که به اصطلاح معتاد به مواد مخدر هست این در خود روزه تأثیری نداره، زیرا که در زمان روزه از آغاز وقت روزه از فجر تا غروب در این وقت موادی رو مصرف نمی کنن. موادی که مصرف می کنن در حالت شب هست. گرچه ما توصیه می کنیم که در این ماه رو در واقع فرصت و غنیمت بشمارند این فرصت رو و سعی بکنند که این بیماری رو و این عمل رو کم بکنند در حد ممکن. منتها اگر کسی در شب این مواد رو مصرف کرد این بر روزه فرداش در صحت و قبولی روزش هیچ تأثیری رو نداره و روزشون درست هست و مکلف هستند باید هم روزه بگیرند.